سلام بچه‌ها، این اصطلاحات با ایگن رو یاد بگیرید. ایگن و یه جایی، ایگن وهین به یه جایی، وقتی که میخوایم مسیر یا مقصدی رو مشخص کنیم. ایگن وان یه زمانی، یه وقتی. ایگن وها از یه جایی. یا مورد بعدی ایگن یمان یا ایگن و، هر دوتاش هم یعنی شخصی، کسی یا هر کسی، هر دوتاش هم این معنی رو میده. مورد بعدی ایگن ون، این معنای آکوزاتیوی داره، یعنی کسی را یا شخصی را یا هر کسی را. و مورد بعدی ایگن واس، ایگن واس چیزی یا چیزی را. و در نهایت مورد آخر ایگن وی، یه جورایی، یه جوری. ایگن وی یه جوری. حالا توی قسمت کامنت ها با یکی از این عبارتایی که اینجا یاد گرفتید یه دونه مثال بنویسید.